ورزشکاری ولایت سوخت دستپروری مکتب ورزشی رقم 4 شهر خوجند خسروخان رحیموف مجزنی جوانی تاجیک با پیروزی در برابر خوجانظر نورتوجیف از ازبکستان به فینال مسابقات قهرمانی جام جهان در وزن 57 کیلوگرم برآمد. در این نبرد که در امارات متحده عرب دایر شد، ورزشکاری تاجیک با قرار یکدلانه داوران با حساب 5-0 حریفش را ناکام کرد. اکنون خسروخان برای مدال طلای مسابقه با مجزنی قزاق اورازبک اصلیقولوف مبارزه می‌برد. به اطلاع فدراسیون مجزنی تاجیکستان، خسروخان اولین مجزنی تاجیک در تاریخ است که به فینال قهرمانی جهان راه می‌یابد. او تا رسیدن به دور نهایی 4 رقیبش را مغلوب کرد. امسال تاجیکستان را در مسابقات قهرمانی مجزنی جهان که در شهر دوبای جریان دارد 13 ورزشکار نمایندگی میکنند. تا کنون تنها یک مجزنی تاجیک اکمل عبیدوف در وزن 60 کیلوگرم به گرفتن مدال برنجی دست یافته است. این اولین مدال تاجیکستان در چمپیونات جهانی باکس سال 2025 می باشد. قهرمان آسیا در سال 2024 اکمل عبیدوف در وزن 60 کیلوگرم با رقابت‌های جالب و ماندگار خود توانست که اولین مدال را در کارنامه مجزنیش به دست آورد. اکمل عبیدوف صاحب نشان برنجی و جایزه پولی در حجم $75,000 گردید. قبلا در تاریخ باکس تاجیکستان از چمپیونات جهان انور یونوسوف در وزن 56 کیلوگرم سال 2011 در باکو، مفزونه چوره و در وزن 60 کیلوگرم سال 2012 در سینخوانداو و بهادر عثمانوف در وزن 63 کیلوگرم سال 2023 در تاشکند صاحب مدال‌های برنجی شده بودند.